بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع درسنا من كتاب التعليق على القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى، والتعليق لفضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. هناك ما موضوع خضرة بإذن الله سبحانه وتعالى دوام دهم. موضوع از كتاب ويم التعليق على القواعد الأربع، تعليقات دوكي پایان نویسه گویم چهار قواعدی مهم و ضروری اسلامی که تعلیق گذار به نام شیخ علامه یحیی پسری که احمد پسری یحیی النجمی الله رحمتش کنه سال نزدیکی وفات کرد. اما چهار قاعده باشد از آن شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب بن سلیمان بن علی می باشد. اکنون ما گفتیم که این قاعده اربعه اساساً به سه موضوع اساسی تقسیم می شود. همین القواعد الاربع سه موضوع اساسی دارد که موضوع یکم این عنوان السعاده. یکم موضوع درباره چی گپ میزند؟ درباره گویم عنوان سعادت، نشانه سعادتمنده که در کسی همین صفت ها باشد او به سعادتمندی دنیا آخرت نائل شده است. گفته و شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب می‌فرماید که اسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يتولاك في الدنيا والآخرة وان يجعلك مباركا اينما كنت وان يجعلك ممن اذا اعطي شكر واذا ابتلي صبر واذا اذنب استغفر فان هؤلاء الثلاثه عنوان السعاده. یعنی سه خصلت نشانه سعادتمندی است. درباره این گفته گذاشتیم. ما اختصاراً بگیم یکی از نشانه‌های سعادتمندی آن است که وقتی که به بنده یگون چیز عطا کرده شود باید که او شکرگو باشد و شکرگزار و سپاسگزار باشد برای خاطر افزایش نعمت، برای خاطر آن که کفران نعمت نشود، زیرا که ما گفتیم که در درس‌های گذشته شکر نعمت این نعمت افزون میکنه، زیاد میکنه ان شاء الله. و چون به بالا سنجیده شود انسان به بالا گرفتار میشود، یعنی امتحان را از بالا امتحان میکنه و باید که صبر کنه. ما در اصول ثلاثه گفته گذاشتیم که صبر سه زینه بزرگ دارد، یعنی که اساسا صبر نسبت سه چیز میشود. صبر یعنی که در طاعت الله حق سبحانه و تعالی میکنی تا اینکه او را ادا کنی، یعنی صبر تا کجا میشه؟ تا ادا کرده شدنی طاعت میشود. صبر از معصیت الله میشود تا کدوم اندازه را؟ حتی تجتنبه، تا اون اندازه تو باید در نسبت از معصیت صبر کنی که اوی نکنی، از اوی خلاص شوی. مثلا با یک زنا رو پرو شدی، به دزدی رو پرو شدی، به غیبت رو پرو شدی، باید که تو تا اون اندازه رو صابر باشی که از تو غیبت صادر نشود، از تو بهتان صادر نشود، از همون فحش و فاحشه دور شده توانی خلاص شوی. اینه میگن صبر از معصیت الله. و صبر به تقدیر الله. صبر به تقدیر الله گفته گذاشتم در اصول ثلاثه که صبر در تقدیر الله یا میشود که مثال گیریم یک صبر در کدوم تقدیر؟ تقدیر نیکی میشه، تقدیر بد میشه، تقدیر شیری میشه، تقدیر تلخ میشود. صبر در کدومش میشود؟ صبر باید که در تقدیر تلخ کرده شود. بارک الله فیکم. فهمیدتون؟ خواه اون تقدیر تلخ گویم، تقدیر بد گویم، خواه از مثال گیریم به واسطه از جانب الله دستری تو فرامدگی باشد یا با واسطه یگان کس چی میشود؟ الله تعالی میفرستونتش میوتر آزار میدهد، غم میدهد، غیبت میکنه، آزار میبینی. همین در تقدیر است، باید که تو صبر کنی. و دیگری از نشانه های سعادتمندی آن است که چون بنده گناه کند باید که فوراً چیکار کند؟ استغفار بکند، توبه بکند، آمرزش بپرسد و توبه بکند. نه همین رو گفته گذاشتم، اختصار گفتم. این بود یعنی که موضوعی چی؟ موضوع یکمی از قواعد اربعه. موضوع یکمی از قواعد اربعه از چی عبارت است؟ یعنی عنوان سعادت. موضوع دوم درباره چی بحث میکنه؟ اینم گفته گذاشتم. یعنی عادتی شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب همین خلاصه که باید هر یک کتاب باشنده
درباره ضرورت بودن توحید ذکر میکنند. یعنی موضوع دوم درباره چی بود؟ لماذا ندرس التوحید؟ چرا ما توحید می آموزیم؟ برای چی ما توحید درس میگیریم؟ اصول ثلاثه را میخواد 5 تقسیم میشود. اصول ثلاثه چند تقسیم میشود؟ 5 تقسیم میشود. تقسیم یکمش درباره چی بود؟ 4 مسئله بود. تقسیم دومش چی؟ موضوع دومش درباره 3 مسئله بود. بعد سومش درباره چی بود؟ درباره توحید بود، ضرورت توحید بود که اعلم ارشدك الله لطاعته ان الحنیفیه ملت ابراهیم گفت. انا اینجا لماذا ندرس التوحید موضوع دوم کرده است قواعد اربعه. لماذا ندرس التوحيد؟ لا نجي مفرمات اعلم ارشدك الله لطاعته ان الحنيفيه مله ابراهيم ان تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك امر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فاذا عرفت ان الله خلقك لعبادته فاعلم ان العباده لا تسمى عباده الا مع التوحيد كما ان الصلاه لا تسمى صلاه الا مع الطهاره. فاذا دخل الشرك في العباده فسدت كالحدث اذا دخل في الطهاره. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك هو معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذلك بمعرفة 4 قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. أكنون دیدید برای خاطر هم اینو گذاشتن در درس گذشته ما گفتیم یعنی به خاطر اون که من و شما اختصاراً به توحید شناس باشیم در برابر ما باید که توحید میشکستگی و ایرون میکردگی چیزا رو میشناسیم که در این دام شیطان نرفتیم. برای خاطر اون که ما و شما در دام شیطان نرفتیم در این قواعد اربعه چیکار کرده؟ 4 قاعده نوشتن. القواعد اربعه 4 قاعده رو دانستن من شما شرط و ضرور و حتمی است. اگر پرسن که این قواعد اربعه اساساً چی کتاب است در چه موضوع بحث میکنند باید اختصاراً بگید که قواعد اربعه این خلاصه کشف شبهات است. کشف شبهات برای من و شما خیلی هم بر وقت است، برای نو آموز خیلی هم بر وقت است خواندن او. فهمیدید؟ اما اختصاراً گیریم همین قواعد اربعه چی بود است؟ یعنی اختصار یا که خلاصه کشف شبهات بود است برای من و مباکی خلاصه را آموزیم. و گفتیم و گذاشتیم که القاعده الاولى درباره آن که خیلی که برادر خوندن که ان تعلم ان الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقرون بان الله تعالى هو الخالق المدبر وان ذلك لم يدخلهم في الاسلام والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والارض امن يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون. این بود درسی گذاشتیم ما. اکنون درس امروزه خیلی هم درس مهم است. القاعده الثانیه قاعده دوم شیخ الاسلام الله رحمتش کنه میفرماید که انهم این ضمیر اشاره به کیست؟ به کافر هاست به مشرک هاست. انهم یقولون ما دعوناهم وتوجهنا الیهم الا لطلب القربة والشفاعه. مشرک ها چی میگفتن؟ میگفتن که ما اون بتها را دعوت نمی کردیم. مراد از دعوت چه؟ مراد الدعاء و العباده. ما اونها را عبادت نمی کردیم و توجهنا الیهم ما به اونها روی نمی آوردیم الا لطلب القربة و الشفاعه مگر به خاطر آن ویها را عبادت می کردیم، مراجعت به اون بتها می کردیم، مراجعت به اون سنگ و چوب و خر و هر چیزی که خس و خاشاکی که می کردن خدا می گفتن نعوذ بالله می گفتن که ما مراجعت به اونها به اون خاطر می کردیم، ما ویها را عبادت به اون خاطر می کردیم لطلب القربه به خاطر اون که نزدیک شدن و به خاطر شفاعت. یعنی ما میخوایم که به این بتها نزدیک شویم و این بتها ما را به الله نزدیک کنند و شافع ما شوند، شفاعت رسول ما شوند. اینها معنای شفاعت چیست است؟ شفاعت از کلمه شفع گرفته به معنای جفت بوده است. به معنای چی؟ جفت. عکس جفت چی میشود در زبان تاجیکی؟ طاق میشود. همین خیلی است. اصلی یا عکس جفت چی می شود؟ طاق می شود. در زبان عربی وتر می گوین یا که ویتر می گوین. فهمید؟ طاق چی می گوین؟
ویتر هم میگویند، وتر هم میگویند. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. شفع گفته چیزی میگویند جفت میگویند، وتر گفته طاقه میگویند. فهمیدید؟ ویتر هم میگویند و وتر هم میگویند. اکنون برای شفاعت را یعنی که جفت نامیده شد، یعنی هر کس در پیش الله تنها میرد که تنها گویا که زورشان نمیرسه، شر میدارن. برای همون این بت‌ها چی میشوند؟ قطعی همین ها یک جایی میشد. یعنی ما از ویتری برآمده چی میشد؟ طاقه نمیرفت و این چی میشد؟ شریک میشد. بعد چی میشد؟ در نتیجه شفاعت میشه، شفع میشه. یعنی هر یک انسان در پیش الله ویتر یعنی طاقه که میروند، اینا چی کار میکنند؟ این حسنات و این ذبح و هر نیکی که هر عبادتی که برای این بت‌ها میکنند، به اون خاطر که همین ها زاری که چی شوند؟ کاشکی که در روز قیامت برای ما چی شوند؟ شفاعت برسونند، یعنی طرفداری ما را کنند. فهمیدید اختصارا؟ با خودش میگه. فدلیل القربتی، اکنون دلیل چیست که اینها میخواستن که به اونها نزدیک شوند و به الله به طفیل نیکی به اینها نزدیک شوند چیست؟ فدليل القربة قوله تعالى، قول الله تعالى اسمه فرمد: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وكسانك اتخذوا من دونه غير الله ويهارا چی گرفتن؟ اولیاء گرفتن، یعنی دوستانی نزدیک گرفتن. میگفتن که ما نعبدهم، ما ویها را عبادت نمیکنیم الا لیقربونا الی الله زلفا، مگر به خاطر اون که ما را به الله نزدیک کنن. زلفا یعنی در منزلت و در ارزش و در قدر و قیمت، یعنی قدر و قیمت ما را در نزد الله نزدیک کنن. ان الله یحکم بینهم، الله در بین ویها حکم خواهد کرد. فیما هم فیه یختلفون، در اون موضوعی که در اون مسئله که ایشان اختلاف میکنند. یعنی الله در روز قیامت در بین ویها داوری میکند، حکم میکند و میبیند که کدام جانب حق است. ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار. انا حکم اون کارایی کرده ایستادگی به را بینید. الله میفرماید که به درستی الله هدایت نمیدهد، توفیق نمیدهد، راهنمایی نمیکند کسی که او دروغگو باشد و چی باشد؟ کافر باشد. فهمیدید؟ برای چی برای الله تعالی دروغگو نام کرد در آخر آیت؟ برای خاطر که واقعا دروغ گفته ایستادن که معبودانشون شفاعت میرساند. اگر با دروغگو نبودن، دروغگو هستن. برای خاطر سخنی تو صادق باشد، صدق باشد، راست باشد، تو صادق باشی، باید که از قرآن و از حدیث باید که تو دلیل داشته باشی. و یارا الله تعالی میگه کاذبون، دروغگو هستن، کفار هستن و کافر هستن. و دلیل شفاعت قوله تعالی، دلیل شفاعت قول الله تعالی میفرماید: و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم. غیر از الله چنان کسبی را، چنان چیزهای را عبادت میکنن که همون چیزها لا یضرهم، به اونها ضرر رسوندن نمیتوانند. ضرر رسوندن نمیتوانند به اون معنا که اگر ما با عبادتی همون معبودا را ترک کنند، اگر ما با عبادتی ویها را همون عبادتی بت‌ها را ترک کنند، اون بت‌ها نمیتونن به اونها ضرر رسونند. گفته چرا با ما را عبادت نکرده؟ ولا ينفعهم، به اونها سود و فایده هم نمیبخشند بت‌ها این عبدوه، اگر عبادت شو کنند. یعنی در عبادت کردن این بت‌ها و در عبادت نکردن نه فایده هست و نه چی؟ نه ضرر است. هیچ کار کردن نمیتونن. و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقتی که این سوال تیسون که گاه اینا نه ضرر میرسونن نه فایده میرسونن، اگر تو اینا رو عبادت کنی فایده نمیتن، اگر ترک عبادت کنی به تو اون ضرر و آسیب و مصیبت رسوندن نمیتونن. گویی چی میگن؟ میگن که هؤلاء شفعاؤنا عند الله، میدونم میگه اینا با ما ضرر رسوندن نمیتونن، فایده رسوندن نمیتونن، لیکن ما میخوایم که اینها در پیشگاه الله برای ما شفاعت بکنن. این گپ میگذارن. و شفاعت، شیخ الاسلام میفرماید که و شفاعت شفاعتان، شفاعت اصلا دو خیل میشه. شفاعت منفیه و شفاعت مثبته، یعنی شفاعت منفی و شفاعت مثبت. یعنی شفاعتی که
جایز نیست و شفاعتی که جایز است دلیل دارد اثبات هست. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. شفاعت منفی اون شفاعت رو میگن که از غیر الله از دیگه کس میپرسن اونا، یعنی از الله نمیپرسن و از دیگه کس میپرسن. در چی مثلا؟ در یک مسئله که اون مسئله رو فقط الله زورش میرسد. فهمیدید؟ یعنی یک چیز شفاعت میگیره، یک کس شفاعت میگیره که در یک موضع، در یک کاری که اون کار از دست اون کس اساسا واقعا نمیبیاید. فهمیدید؟ این شفاعت منفی میگویند. مثلا به شفاعت اگر واقعا از دستش بیاد میشه یا نه؟ میشه. مثلا یک کس میخواهد که به یک دانشگاه داخل شود، دانشگاه اسلامی مدینه داخل شده میخواهد، یگان یعنی که واسطه نمییابد، یگان یعنی که یک شیخ نمییابد که چیکار کنه واسطه شود و طرفداری این کند که شاید که مدیر گویم دانشگاه او را قبولش کنند. یکی در یک روز یک شیخ پیدا کرد که مثلا شیخ حیسن گویم دیگه شیخ های معتبر برای مثال، و یا چیکار میکنن و یا که شناس دارن میبینن که شما رو که واقعا شما طالبی کوشش کننده واقعا در دل و نیتتون خواندن هست، نه اینکه عربستان سعودی برای پپسی نوشیدن و برای خاطر مرغ خوردن نامدید آخه ها، و چیکار میکنه واسطه میشود. یعنی چنین که شفاعت میتید برای شما در این دنیا شفاعت کردن میخواهد کند. همین شفاعتش درسته یا نه درسته؟ زیرا اینکه دستش میبرد و مدیر معهد میشناسد، دیگه مسئولین میشناسن. این صحبت درباره چی رفتی سر؟ شفاعت منفی اون شفاعت رو میگن که یک کس واسطه میگیرد که تو من شفاعت کن گفته در آن چیزی که اون زوری کس نمیرسد. فهمیدید؟ مثلا یک کس میگوید که اعوذ بالله میگوید که چی میشد که شما همین طرفداری کنید من چیکار کنم، یکون کار کنید، یک تشکیل کنید، یکون خدمت کنید که همین الله تعالی برای من یک پسر پیدا این دختر میوام میگوید شما یک شفاعت کنید آخه یک دستگیری کنید میگوید. نعوذ بالله این چه؟ این شفاعتی منفی است، درست نیست. و دلیل قوله تعالی دلیل قول الله تعالی است که میفرماید یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون. الله سبحانه و تعالی میفرماید ای کسانی که شما ایمان آوردید انفقوا مما رزقناكم، چیزی که ما برای شما رزق و روزی دادگی هستیم قدر استطاعت شما در راه الله نفقه دهیتون، در جایی در کاری خرج و گویم چه صدقه بکنیتون. من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعة، قبل از اون که اون روز آید یعنی پیش از مردنتون، پیش از اون که یک روز آید که در اون روز لا بیع، یعنی یکون خرید و فروش نیست در اون روز. فهمیدید؟ یعنی شما نمیتونید در اون روز برای نجات خودتون چیکار کنید؟ بخرید. هر چی میتونید خودتون از عذاب الله خلاص کردن در این دنیا میتونید به طریق صدقه دادن و دیگه خیر و سخاوت کردن. ولا خلتون، یعنی در روز قیامت دیگه آشنایی و دوستی نیست که فلانی آشنا هست ان شاء الله من خلاصم میکنم، نه. ولا شفاعتون، یعنی در روز قیامت چی نیست؟ شفاعت هم نیست. والکافرون هم الظالمون، کافرها ایشان ظالم هستند، یعنی وایها واقعا ظلم و ستم سخت کردگی همونها خودشان هستند. و شفاعت المنفیه، اون چیزی که ما گفتیم شفاعتی چی بود؟ منفیه بود. اکنون و شفاعت المثبته چیست؟ شفاعتی که جایز است، هی التي تطلب من الله، و چنان شفاعت است که او را فقط از الله پرسیده می شود. و شافع مکرم بالشفاعت، شفاعت می رساندگی الله تعالی او را به شفاعت رساندن اکرامش کردگی، نصیب دارش کردگی، اجازهش دادگی. و المشفوع له، اون کسی که ویا پیغمبر یا دیگر کسا شفاعتش میکنن از کسانی می باشد که رضی الله قوله و عمله، دیدید الله تعالی سخنهای اون کسا و عملهای او را پسندیده است، یعنی از اهل توحید است. کدام وقت من شما عمل ما سخن ما پسندیدی الله می شود، کدام وقت الله تعالی از سخن من شما از کارهای من شما راضی می شود. وقتی که ما از اهل توحید باشیم، از اهل توحید باشیم، سخن ما به عمل ما به دل و نیت ما چی موافقت بکند. هم این هم بعد العلم،
بعد اجازه یک کسی شفاعت رسوندن میکرده باشه، شفاعت رسون باشه، با اون کسی که شفاعت میرسوند او را الله اجازه نداده باشد، با هم نمیتونه شفاعت کردن. چخیلی که الله تعالی میفرماید من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، یگان کس نیست که در پیشگاه الله شفاعت برسوند مگر به اجازه الله. تا الله تعالی اجازه ندهد اون نمیتونه. بنابراین از این خلاصه سخن شیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب بن سلیمان بن علی چنین برمی آید که شفاعت اقسام الشفاعه علیم شفاعت مثبته و شفاعت منفیه. شفاعت دو خیلی میشد میگوی، از روی گفتی چه؟ شیخ کریم شفاعت مثبت میشود و منفی میشود، لیکن باز یک تقسیم دیگه هست برای خاطر برای من شما فراتر بفهمو شود. شفاعت سه خیلی میشود. شفاعت اساسا سه خیلی میشود. شفاعت مثبته و شفاعت فيما يقدر عليه العبد، شفاعتی که بنده زورش میرسد، شفاعتی که بنده زورش میرسد، با شفاعت هست که منفیه. فهمیده؟ شفاعتی منفی میبن. خلاصه اخواتتون باش، شفاعت مثبته، شفاعت فيما يقدر عليه العبد، شفاعت منفیه. خب شفاعتی منفیش چه خیلی است؟ شفاعتی یعنی که هیچ ممکن نیست او را بجا آوردن. مثلا هی التي نفاها القرآن معناش کرده. شفاعتی منفی برای خاطر آن او را منفی یعنی که معنی شدهش میگون که قرآن معناش کرده و آن شفاعت میگون که تطلبو من غیر الله و از غیر الله پرسیده میشود. از غیر الله پرسیدن الله معنی کرده در قرآن. همین خلاص در کدام کار؟ فیما لا یقدر علیه الا الله، در یک کاری که جز الله دیگر کس قادر آن نیست. فهمیدید؟ شفاعت در چی؟ در یک کاری که جز الله دیگر یگان کس قادر نیست. برای همه الله تعالی چی از دیگر کس پرسیدن اینا معنی کرده گسه. و هی التي فيها الشرك، انا همین است که در درون او چی داخل می شود؟ شرک می شود. اکنون بون می شود که فیما یقدر علیه العبد. باش دویم نوع شفاعت گویم، شفاعت میانه. این شفاعت در آن چیزی که بنده قادر آن است. یعنی یک بنده را شفاعت میگیرد، شافع میگیرد، واسطه میگیرد برای خودتون، لیکن در یک کاری که یقدر علیه قادر آن هست. اجازه پسونه این یک باره ها گفتنم نمیتونه، نه گفتنم نمیتونه. وقتی که شما ها گوید باید که شرطاش هم ذکر کنید. برای خاطر آن که یک بنده در یک کاری که واقعا نگاه کنید همون کار از دستش میگوید، اگر همون کار خودتون بینید از دستش میآمدگه. برای خاطر آن که الکنون شما همین کار پیشنهادی او کنید که کارشون حاجت شما را برارد، 4 شرط است. چند شرطه؟ 4 شرط. یکم زنده باید باشد، حیا. یکم همون کسی که شما را شفاعت میرسوند باید که یعنی یاردمتون واسطه میشود. اصلا معنای شفاعت چی است؟ معنای شفاعت در لغت یک چیز دو چیز قرار دادن. فهمیدید؟ برای چی یک چیز دو چیز قرار دادن میگه؟ در لغت همین معنی میده. همین شفاعت در لغت چیه؟ یک چیز دو چیز قرار دادن. یک چیز و ویتر بودو بعد دو چیز شود چی میشه؟ شفع میشه بعد آخر. تاق بود جفت میشه. بارک الله فیکم. اکنون در شریعت چی هسته؟ یک کس واسطه قرار دادن است در جلب یگان منفعت یا که در دفع یگان ضرر. فهمیدید؟ مثال گیریم شما 5 نفر هستید، من شما را میشناسم، یکی در میان شما یک نفر شیشه های جایی که طالب علما میشینند شکست یک کس. این عین در بالای همه شما فرامد. شیخ قریب که چیکار میکنه؟ شما رو دفع کنه، اینجا پیش کنه. ضرر میبینید که خلاصه؟ من میپرسم برای مثال بود، برای مثال بود. باشه من میپرسم که همین کدام همینا هستن؟ شما میگه که ایشا همین رو دفع کرده صداست این درسری ما فراموده است. من میتونم که رفته چیکار کنم؟ بگم که برای شیخ همین فلانی شکستگی، دیگران شکستگی نیستن. دیگران نصیحتش کردن و نگه. یعنی این چی میگه؟ اجازه نه. اجازه اینو میگن که شفاعتی شرعی در دفع ضرر. شما ضرر میبینه اگر این مجلس علم شما را پیش کنند. برای مثال گفتم.
فهمیدید؟ این در شریعت یعنی واسطه قرار دادن یک کس را در جلب یگون منفعت یا که در دفع یگون ضرر. فهمیدید؟ اینا شفاعت میگن. اکنون وقتی که یک کار دیدید که شما اکنون برای خاطر اون که من در بین در آمده کار شما را اصلاح کنم که واقعا در این 5 کس فقط یک نفر می به ترتیب را کردگی سعی دیگران عیبدار نیستند دوستانم، برای خاطر من شما شفاعت قرار دادنتون در پیش شیخ ما 4 تا شرط ببینیدتون که آیا می 4 شرط در من وجود دارد یا نه. یکم چه؟ حی، زنده باشد. دوم چی؟ قادران، دستش می آمدگی باشه. هر یک قد کوچند عکس نمیگیرد نمیبرد تو. یک کسی شما واسطه قرار میدید که وای شما را شناسد و قادر باشه، دستش می آمدگی باشه. سوم حاضر باشد. حاضر باشد یعنی خیلی نه که مثال گیریم چیکار مهنه میبیاده بعد یک خانه تنها میداره خانه رو تاریک میکنه میگه که آقا غوث الاعظم در کجا باشه که همین شیخ کاری کنه که فهمد که من شکستگی نیستم و فلانه شکستگی نه و باید حاضر همون که غوث الاعظم تو میگه که کسی فریاد میکنیم باید که در حاضر باشد، زنده باشد، قادر باشد، حاضر باشد. بون میبینه که سبب باشد. فهمیدید؟ سبب باید که شدنش در کار است. واقعا وای سببگار شدنش در کار است. فهمیدید؟ این در مورد چه؟ شفاعت در یک مسئله که نسبت آن مسئله بنده قادری آن هست. برای خاطر چنین بنده را شفاعت گرفتن چند شرط در کار بوده؟ 10 تا یا 11 تا؟ 4 تا بارک الله فیکم. 4 تا. یکمش چیه؟ حیان، دوم قادران، سوم چی؟ حاضران، چهارم سبب باید باشد. بارک الله فیکم. اکنون شفاعتی مثبته میگویم، شفاعتی که در شریعت اجازه دارد. خب هی التي تطلب من الله، این فقط از الله پرسیده میشود. شفاعتی مثبته از کی پرسیده میشود؟ فقط از الله پرسیده میشود. بارک الله فیکم. اینم شرط دارد. این چی دارد؟ شرط دارد. یکم همه وقت یعنی که شفاعت رسونده میتواند در پیشگاه الله، یعنی که شفاعتی که اجازت است از جانب الله سبحانه و تعالی و هم دارایش 3 شرط است. یکی شرطش این است که الاذن بالشفاعه. اول ببینیم که الله شفاعت دادن اجازه میفرماید یا نه. فهمیدید؟ یکم اجازه الله در کار است. این در روز کامل میشه. اما خلاص الاذن بالشفاعه، اجازت دادن الله تعالی به شفاعت رسوندن. دوم الرضا عن الشافع، همون کسی که شفاعت میرساند کو الله باید که راضی باشد از او. فهمیدید؟ یکم اجازه. دوم نسبت شفاعت رساننده رضا باشد الله. سوم الرضا عن المشفوع له، نسبت همون کسی که در حق شفاعت میرساند، خب پیغمبر شفاعتش میرسوند، خب عالم، خب دیگر کس، باید که نسبتی ویم الله تعالی چی باشد؟ راضی باشد. این 3 شرط مهم فهمیدید؟ یعنی الاذن بالشفاعه، اجازه دادنی به شفاعت رسوندن، راضی بودن الله از شفاعت رساننده، راضی بودن الله تعالی از کی؟ از کسی که نسبتی او شفاعت باید کرده شود. این 3 شرط است. نه اکنون همین شفاعت به شفاعتی مثبته را به شرطش فهمیدید. تا همین 3 شرط نباشد به شفاعتی مثبته نمیشه. فهمیدید؟ بارک الله فیکم. اکنون که ما فهمیدیم شفاعتی مثبته همین بوده است، انا چنین نوع شفاعت دخیل میشود. شفاعتی خاص میشود و شفاعتی عام، یعنی خاصه و عامه. خاص این همه کس کردن نمیتواند. فهمیدید؟ همین شفاعت مثبته با در نوبت خود بعد شروطش به دو قسم تقسیم میشود. بارک الله فیکم. به چند قسم؟ به 2 قسم تقسیم میشود. شفاعت مثبته خاصه میگویند، این من نوع خاص مخصوص دیگه کسا شریک شده نمیتواند. دویمش چی؟ عامه، دیگه کسا هم دستشو میبیند. اکنون خاصش این وقتی که ما خاص میگیم ای خاصه للنبی صلی الله علیه و آله و سلم لا یشارکه فیه احد، این خاص به پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم است که در چنین نوع شفاعت غیر از پیغمبر دیگه کس
زورش نمیرسه. یگون دیگه نمودی پیغمبرها از آدم سر کرده تا خودی پیغمبر صلی الله علیه و سلم. یگون فرشته، یگون کس شریک نیست در خواسته. فقط کی میتونه اینه؟ محمد صلی الله علیه و آله و سلم کرده میتونه. انا همون شفاعتی خاصی برای پیغمبر علیه السلام با در نوبت خود به سه قسم تقسیم میشه. چند نموده؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم سه نوع شفاعت دارد. یکم الشفاعت العظمى میگیم، شفاعتی از همه بزرگ میگیم. اینه چی میگن؟ شفاعت عظمى بخاطر داشته باشید که المقام المحمود میگن که مقام پسندیده، مقام بلندی که این شفاعت بزرگ است که کسی خواهد شفاعت رسوندن میتواند به اذن الله. خیلی که شرطش گفتم که اذن اینا میگم مقام بزرگ. دوم شفاعت کردن پیغمبر علیه السلام، شفاعته صلی الله علیه و آله و سلم فی عمه ابی طالب. فهمیده؟ شفاعت پیغمبر صلی الله علیه و سلم در کی؟ در عمکش ابو طالب. ابو طالب مسلمان مرد یا کافر؟ کافر بود. فهمیده؟ کافر بود و کافر مرد. فهمیده؟ خدمتای بسیار کرد برای پیغمبر علیه السلام، لیکن در وقت مردنش کافر مرد. پیغمبر علیه السلام با خاصتا به پیغمبر ما داده شده است که شفاعت میرسوند به عمکش، با که پدر علی ابن ابی طالب و ابو طالب شفاعت رسونده میتواند. اکنون چیکار میکنن؟ از دوزخ خلاصش میکنن، جنتش نه. ان یخفف عنه العذاب، عذابش سبک میکنه. عذابش چی؟ سبک میکنه. اون سبکترین عذاب دوزخی که پیغمبر صلی الله علیه و شفاعت میرسونه برای عمکش که عمکش از عذاب کمتر سبک میشود. عذابش میدونه چه خیلی است؟ یعنی که از زیر پشت لخچه دوزخ میمونه، مغز سرش میجوشه. همین این سبکترین بود است. لیکن این هم یکی از خصوصیت‌های به پیغمبر علیه السلام داده است که این به عمکش میکنه. سیوم نوع شفاعتی که خوش به پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم میباشد، شفاعته فی فتح ابواب الجنه، در کشادن درهای جنت. یکمین کسی که درهای جنت میکشاید پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم. فهمیدید؟ واسطه میشه. شفاعت شده است. اینها هر سه این خاص به پیغمبر ما صلی الله علیه و آله و سلم میباشد. از یادتون نبرد شفاعت یعنی که در نوبت شفاعتی مثبته در نوبت خود به سه قسم تقسیم میشود، به دو قسم تقسیم میشود، خاصه و عامه. همون خاصش با سه قسم تقسیم میشود. الشفاعة العظمى شفاعته صلی الله علیه و آله و سلم فی عمه ابی طالب ان یخفف عنه العذاب، و شفاعته صلی الله علیه و آله و سلم فی فتح ابواب الجنه. فهمیدید نه؟ اکنون ما شفاعتی خاصه را تمام کردیم. کدام چی؟ ما شفاعتی عامه، ما عمومی، این نمده هر کسی که الله تعالی پسندد او به شرطهای در بالا ذکر کردگی اشتراک کرده میتونه. مثلا این برای پیغمبر ما صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی در این پیغمبر ما هم شریک است. وقتی که وای صاحب شفاعت عظما باشه دیگه در عامه هم حق و حقوق دارد. فهمیدید؟ شفاعت عامه این برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم، للنبی صلی الله علیه و آله و سلم و لجمیع الانبیاء، این شفاعت نصیب همه پیغمبران هست. والملائکتی و نصیب همه فرشتگان هستند. والموحدین و اهل توحید هم میتونن در چنین شفاعت شریک شدن. والاطفال و کودکای خردی که وفات کردگی هستند که بیگناه مردگی هستند، اینا هم شفاعت رسوندن میتونن. درباره شفاعت رسوندن رفته است. اینا چی میگن؟ اینهایی که نمبر شو کردن اینا داخل میشون در زیر چی؟ در زیر شفاعت خاصه عامه. بارک الله فیکم. اکنون همین شفاعتی عامه خدمتشون چیه؟ کی را شفاعت میرسونند؟ این سه تقسیم میشن. چند تقسیم میشن؟ سه تقسیم میشن. الشفاعت فی رفع درجات الموحدین، شفاعت رسوندن در بلند برداشتن زینی اهل توحید. فهمیده؟ یعنی اهل توحید جنت به داخل میشن، نه؟ خودشون به موافق، خودشون به یرشه جاشون داده الله تعالی. لیکن این کسها پیغمبران و فرشتگان و موحدین و اطفال، این کودکان میتوانند به اذن الله سبحانه و تعالی چیکار کنند؟ با درجه اهل توحید با بلند کردن. این چی میگن؟ الشفاعة فی رفع درجات الموحدین میگن. چخلی که پیغمبر علیه السلام فرمود که اللهم اغفر لابی سلمة
ای الله ابی سلمه را مغفرت کن و ارفع درجته فی درجهش بلند بردار بود در جنت. فهمیدید؟ درجهش در جنت بلند بردار بود. این شفاعتی که میگوین در شفاعت عامه داخل میشه. دویم نوع میشود که الشفاعت فی من استحق دخول النار الا يدخلها من الموحدین. نگاه کنید. دویم نوع بارک الله فیکم در شفاعت عامه داخل میشدگی شفاعت در حق کسانی که حقی دوزخ در اومد نشده، لایق دوزخ شده، یعنی که از اهل توحیده، موحده، به سبب بعضی گناهاش لایق آن شده که باید که نسبت برای خاطر اون بعضی گناهایی کردگیش دوزخ به در اومده سوختنش در کار هستن. اینا شفاعت میرسونن که اکنون نداره داشتن. فهمیدید؟ اینها شفاعت میرسونن که اکنون چی؟ نداره، یعنی حق بر لایق دوزخ شدگی هسته از اهل توحید، از کافرانه، از اهل توحید است به سبب بعضی گناههای کبیره است یا که یکون گناهها چیکار کرده لایق دوزخ شده، الله تعالی اینا را اجازه میده که شفاعت رو بسته. اگر خواهد نداره اینا خلاص میکنن که نمیداره. اینا میگه در تحت شفاعت عامه داخل میشه. سوم نوع الشفاعت فی من دخل النار، شفاعت رسوندن در حق کسانی که اکنون چی درون دوزخ در اومدگی هستن و یا از اهل توحید. فهمیدید؟ دویمش هم یکم دویم سیم این شفاعتایی که کرده همه در حق اهل توحید است برادران. یکم گفتیم و کسانی هستن که جنت به در اومدگی هستن و زینشون رو بلند برداشتن به شفاعت میرسونن. دویمش چی؟ اهل یعنی توحید هستن و لایق دوزخ شدگی هستن، اونا را شفاعت میرسونن که ندارن گفتن. سیومش چی؟ آخرم الشفاعت فی من دخل النار، شفاعت رسوندن در حق کسانی که الکه چی و یا دور آمدگی هستن دوزخ، نعوذ بالله. و یا کی هستن؟ و یا اهل توحیدن، اهل توحید هستن و الکه دور آمدگی هستن، شفاعت میرسونن که ان یخرج منها، از اونجا برای گفته من الموحد، از اهل توحید. فهمیدتون؟ انا برایمون یعنی که شفاعت گفتیم سه تقسیم میشود، مثبته و فيما يقدر عليه العبد و منفیه میشود. و منفیه مثبتش گفتیم سه شرط دارن، الاذن بالشفاعه، الرضا عن الشافع، الرضا عن المشفوع له. با این در نوبت خود دو تقسیم میشود، عامه میشود، خاصه میشود، عامه میشود. خاصش خاص به پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم میباشد که یگان کس شریک شده نمیتواند و این در خاصه سه شفاعت برای پیغمبر علیه السلام نمبر کرده شده دیگه است. الشفاعت العظمى یعنی المقام المحمود، یا که شفاعت رسوندگی و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فی عمه ابی طالب ان يخفف عنه العذاب، عذابش سبک میکنن. سیومش چی بود؟ شفاعت صلی الله علیه و سلم فی فتح ابواب الجنه، برای جنت میکشاید. شفاعت عامه این برای کی است؟ برای پیغمبر ما است یکم، و برای جمیع دیگر پیغمبران، برای فرشتگان میشه، برای موحدین میشه، برای کودکای بیگناهی که وفات کرده هستند. خدمت اینا چی است؟ یعنی که شفاعت رسوندن در اهل توحید که به جنت داخل شده هستند به خاطر اینکه جنت اند و درجهشون بلند بردارند گفته، درجهشون الله تعالی بلند کند گفته. دوم یعنی که شفاعت رسوندن در حق کسانی که اهل توحید که حق بر دوزخ شده هستند شفاعت میرسونن که ندارن گفته. یا که سیم نواشی شفاعت رسوندن در حق اهل توحید که و یا الکه اهل توحید نه ولی در دوزخ در اومدگی هستند که اونا شفاعت میرسونن که برن گفته از اونجا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وجزاكم الله خيرا كثيرا وبارك الله فيكم. إن شاء الله درس آینده بعد شرح خودی الشيخ أحمد بن يحيى النجمي میخوانیم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بارك الله فيكم.